راستی جور اقبال خان چی حال داری جان جور است ساعتت خوب است بچم شناختی نشناختی من دل آقا هستم دل آقا کتی رفیق قماندان غلام در خندوز سال ما فکرم که از 93 بود آمده بودی طرف خندوز آمده بودی مهاجر شده بودی باز آستا دیگه قماندان غلام دیگه خوشش آمدی و کت زن علاقمندی نداشت و خوشش آمدی خیلی وقت کتیت بود بخیم تو زنش باری بودی دیگه قماندان غلام یکم قصه میکرد میگفت که ما باور میکنیم میگه که 4 تا زن دیگه بگیرم مزه که ما از اقبال دیدیم از زیر نخواهده که دیده باشم در لباته خیلی که قماندان غلام والا کارا کردی و باز یک چند وقت بودی قریب خیلی وقت 3 سال و چقدر رسوایی شد چقدر گپا شد پدر بیچارهش چقدر عذاب کشید آخر بچهش پدرش خرید از پیش قماندان غلام تابیخ میگفتن او را